به نام دادار هستیبخش، جلسه دوم از تاریخ معاصر. در جلسه قبل توضیح دادم که بسیاری از حکومت‌ها چون درس عبرت از حکومت قبلی نگرفتن به راحتی سرنگون می‌شوند. اشاره کردیم بسیاری از شعرهای در تاریخ اگر موفق بودند با تمام نبوغی که داشتن، اگر سرنگون شدن چون با تاریخ بیگانه بودند. که من در اینجا چند تا از این شخصیت‌هایی که لااقل شما با اینها آشنا هستید برای شما خواهم گفت. یکی از این شخصیت‌ها ناپلئون بناپارت است. یقینا همه دوستان ناپلئون بناپارت را میشناسند. ناپلئون بناپارت وارث انقلاب کبیر فرانسه شد. ناپلئون زمانی که به قدرت رسید، ناپلئون بناپارت زمانی که به قدرت رسید در فرانسه انقلاب شده بود. انقلاب کبیر فرانسه زمانی صورت گرفت لویی 16 و ملکه ماری آنتوانت قدرت را در دست داشتند که انقلابی و نهایتاً حکومت مشروطه سلطنتی به وجود آوردن، قدرت شاه را محدود کردند، ولی که لویی 16 تصمیم گرفت حکومت انقلابی را سرنگون کند. دوباره انقلابیان دست یک انقلاب دیگر زدند که نهایتاً در این انقلاب دوم لویی 16 و ماری آنتوانت را به عنوان خائن در دادگاه محاکمه کردند و حکم به اعدام اینها دادند و به دنبال حکم به اعدام لویی 16 و ماری آنتوانت با گیوتین سر از بدن اینها جدا کردند. اعدام لویی 16 و ماری آنتوانت یک ترس و وحشت عجیبی در بین کشورهای اروپایی به وجود آورد، چون تمامی کشورهای اروپایی دارای حکومت‌های سلطنتی بودند. نگران بودند اگر شعارهای انقلاب کبیر فرانسه هم در این کشورها رواج پیدا کند، این پادشاه نیز همون سرنوشتی را پیدا خواهند کرد که لویی 16 و ملکه ماری آنتوانت در فرانسه پیدا کردند. و همین یعنی شعارهای انقلاب کبیر فرانسه 3 تا شعار بود: آزادی، برادری و برابری. به همین خاطر هستش که کشورهای اروپایی با همدیگر متحد شدند به رهبری انگلیس، اتریش و کشور پروس که پروس همون کشور آلمان بعدی هستش که بعداً توضیح خواهم داد که به چه صورت این آلمان به وجود آمد. مشترکاً به رهبری این 3 کشور اروپایی به فرانسه حمله کردند. زمانی که در داخل فرانسه سیاستمداران بر سر قدرت به جان هم افتاده بودند، در مرزهای فرانسه سربازان و افسران از مرزها دفاع می‌کردند که در همین زمان هستش که اتفاقی که دارد می‌افتد در داخل پاریس سیاستمداران بر سر قدرت به جان هم افتاده بودند. سربازان و افسران که از کار سیاستمداران سرخورده شده بودند در میدان جنگ یک افسر جوانی را به عنوان فرمانده خودشان انتخاب کردند تا به دور از سیاستمداران از مرزهای کشور دفاع کنند. این افسر جوان کسی نبود به نام ناپلئون بناپارت. نهایتاً ناپلئون بناپارت توانست با درایت و نبوغی که داشت توانست کشورهای اروپایی را دفع کند و در این مسئله پیروز آید. نهایتاً ناپلئون در سال 1799 به عنوان کنسول و نهایتاً در سال 1802 هم قدرت خودش را افزایش داد و نهایتاً رسما در سال 1804 هستش که ناپلئون بناپارت به عنوان امپراتور در فرانسه به قدرت رسید. ناپلئون حالا که به عنوان امپراتور قدرت را در دست گرفته است، دنبال این استش که حملاتی که کشورهای اروپایی انجام دادن تلافی کند، یا به تعبیر درسته به تعبیر خودش میگه من فرزند انقلاب هستم و باید شعارهای انقلاب کبیر فرانسه را در کشورهای دیگر هم رواج بدم. به همین خاطر ناپلئون بناپارت حملات خودش را به کشورهای اروپایی انجام داد. وی از سال 1804 تا سال 1812 تمامی کشورهای اروپای غربی و اروپای شرقی را یکی پس از دیگری تسخیر کرد. یعنی هیچ کشوری در اروپا نمانده بود که مستقیما ناپلئون به اونجا حمله نکرده باشد و اونجا را تسخیر نکرده باشد یا وادار نکرده باشد که به تعهدات صلح ناپلئون بناپارت تن بدن. تنها کشوری که ناپلئون نتوانسته بود آنجا را تسخیر کند کشور انگلستان بود. انگلستان به 2 دلیل مستقیما نتوانست که ناپلئون به اونجا حمله کند. یکی به دلیلی که انگلستان به صورت جزیره‌ای بود، امکان حمله زمینی به انگلستان نبود. از لحاظ دریایی انگلستان قوی‌ترین نیروی دریایی را داشت، امکان حمله دریایی نبود. به همین خاطر هستش که ناپلئون بناپارت تصمیم گرفت جلوی انگلیس را در مستعمرات انگلیس بفشارد.
مهمترین مستعمرات انگلیس در این زمان دو تا کشور بودن، یکی مصر بود و یکی هم هندوستان. و این نهایتاً در سال 1806 است که رسما وارد مصر شد و نیروهای انگلیسی را از مصر بیرون کرد. وی برای رسیدن به هندوستان، خب ما وقتی صحبت از هندوستان اون زمان میکنیم دوستان تو ذهن خودشون در نقشه جغرافیایی تغییر را به وجود بیاورند. هندوستانی که هنوز پاکستان وجود خارجی پیدا نکرده است، صحبت از ایرانی میکنیم که هنوز افغانستان وجود خارجی نداره، یعنی افغانستان یکی از ایالت‌های ایران است. اگر ما به این صورت به نقشه جغرافیایی نگاه کنیم، ایران میشود هم مرز با هندوستان و هم جوار هندوستان است. ناپلئون برای رسیدن به هندوستان نیازمند دوستی با ایران است که بعد در با روابط با فرانسه در جلسات بعدی مفصلا توضیح خواهیم داد. و این نهایتاً به دربار فتحعلی شاه نمایندگانی فرستاد. نتیجه آمد این نمایندگان یک عهدنامه شد به نام عهدنامه فرانکنشتاین. طبق این عهدنامه فرانکنشتاین ایران تعهد کرد اگر روزی اراده ناپلئون بناپارت بر این قرار بگیرد که از طریق ایران به هندوستان حمله کند، ایران چنین اجازه را به ناپلئون خواهد داد. ناپلئون و به این صورت با درایت هایی که انجام میداد و با نبوغی که از خود نشان میداد تمامی تقریبا اروپا را تسخیر کرده است و انگلیس را هم در مستعمراتش به زانو در آورد. در سال 1812 است که یک جنگ سختی بین ناپلئون بناپارت در لهستان با روسیه صورت گرفت. روسیه همیشه لهستان را حیات خلوت خودش می‌داند، چون به اعتقاد داشت اسلاف‌ها که در بخش شرقی لهستان هستند برادرخوانده‌های روس‌ها هستند. هر کشوری که به لهستان تعرض می‌کرد بلافاصله روسیه واکنش نشون میداد. در سال 1812 هستش که ناپلئون بناپارت که در حال پیشروی در شرق هستش، در کنار رودخانه نیمن یا فیمن در لهستان یک جنگ سختی بین ناپلئون بناپارت و تزار روسیه الکساندر اول صورت گرفت. در این جنگ اولیه ناپلئون بناپارت پیروز است و روسیه مجبور شد تن به صلحی بدهد با ناپلئون به نام عهدنامه تلسیب و به این صورت روسیه هم در جنگ اولیه شکست خورد. مطلب را اینجا داشته باشید. من یک مطلب را به عنوان جمله معترضه در مورد قدرت گرفتن ناپلئون خدمتتون عرض کنم. ناپلئون زمانی که در فرانسه به قدرت رسید خواندن 2 درس را در مدارس ممنوع کرد، یکی خواندن فلسفه، یکی خواندن تاریخ. به اعتقاد داشت که این 2 تا درس باعث می شود که آدم‌ها فکر کنند و فکر کردن زیاد چیز خوبی برای حکومت نیست و همین خاطر است که خواندن تاریخ را ممنوع کرده بود. در سال 1812 وی بعد از آنی که در عهدنامه تلسیب تزار روسیه را وادار به تسلیم کرد، ولی دچار یک غرور کاذب شد. ناپلئون فکر کرد اگر الکساندر اول تزار روسیه تسلیم شده است به خاطر ترس تزار است، به خاطر ضعف کشور روسیه است. به همین خاطر است که وی به عهدنامه تلسیب وفادار نماند و از رودخانه فیمن یا نیمن در خاک روسیه گذشت و وارد خاک روسیه شد و ورود به خاک روسیه آغاز بدبختی ناپلئون بناپارت بود. وسعت سرزمین روسیه که سرینه‌های آباد فاصله زیادی از هم دیگه داشتن، امکان در از رساندن آذوقه به سربازان ناپلئون بناپارت نبود. از سوی دیگر سرمای شدیدی که آمد و سربازان ناپلئونی که توان این سرمای شدید را نداشتند و اون برف و بوران شدید ماشین جنگی ناپلئون بناپارت را متوقف کرد و از سوی دیگر که ناپلئون بناپارت در جنگ با روسیه 500,000 نفر از نیروهایش را از دست داد که نهایتاً مجبور شد نیروهای خودش را از سطح اروپا جمع‌آوری کند در خاک روسیه. این بهترین فرصت بود برای دشمنان ناپلئون که نهایتاً انگلستان با کشورهای دیگر بار دیگر با هم دیگر متحد شدند و از طرف غرب یک جبهه جدید علیه ناپلئون به وجود آورد. از این طرف ناپلئون در شرق با مقاومت روس‌ها که حالا مجبور هستن عقب نشینی کنن، از طرف غرب هم انگلستان به همراه متحدان خودش متصرفات ناپلئون را از غرب یکی پس از دیگری تسخیر می‌کنند که نهایتاً تا سال 1814 ناپلئون بناپارت مجبور شد که وارد پاریس شود. نهایتاً در چند ماه بعد در سال 1815 یک کنگره در وین تشکیل شد به نام کنگره وین و کشورهای پیروز و متحد علیه ناپلئون بناپارت در این کنگره تصمیم گرفتن یک، تمام متصرفات ناپلئون بناپارت از ناپلئون گرفته شود، دوباره مرزهای جغرافیایی برگردد به قبل از ناپلئون بناپارت
دوباره حکومت سلطنتی در فرانسه سر کار بیاد، یعنی خانواده بوربون ها حاکم شوند. بوربون ها همون خانواده لویی 16 بود، اونها دوباره حاکم شوند و ناپلئون بناپارت باید از قدرت کنار برود که نهایتا ناپلئون را به جزیره سنت هلن تبعیدش کردند. ناپلئون در سال 1815 به جزیره سنت هلن تبعید شد و تا سال 1821 هم زنده بود که در سال 1821 فوت کرد. ناپلئون بناپارت در اینجا شروع میکنه به نوشتن خاطرات خودش. کتابی هستش به نام خاطرات فاتحان و بزرگان که مرحوم اسماعیل رائین به فارسی ترجمهش کرده است و انتشارات آگاه هم اون را نشر داده است. در این کتاب بخشی که به خاطرات ناپلئون پرداخته است نکته فوق‌العاده جالب. ناپلئون میگه که کاشکی به جای ممنوع کردن تاریخ در مدارس خودم یک بار تاریخ روسیه را میخواندم. اگر تاریخ روسیه را میخواندم این سرنوشت من نبود. مطمئن باشید اگر ناپلئون بناپارت تاریخ روسیه را میخواند و میدانست وضعیت روسیه به چه صورت هستش، هیچگاه به روسیه حمله نمیکرد. اگر ناپلئون به روسیه حمله نمیکرد یقینا ما امروز باید تاریخ دنیا را به گونه دیگری میخواندیم. یقینا سرنوشت مردم فرانسه امروز به گونه دیگری بود. پس ناپلئون با تمام نبوغی که دارد، پاشنه آشیل ناپلئون که ناپلئون را زمین میزند، بیگانه بودن وی با تاریخ است. شخصیت بعدی که دوستان میشناسن وی هم به علتی که تاریخ نخوانده است سرنوشت شوم پیدا میکنه با تمام نبوغ و موفقیتی که دارد، آدولف هیتلر است. هیتلر بعد از جنگ جهانی اول در آلمان به قدرت رسید. در جنگ جهانی اول، چون که جنگ جهانی اول را بعد از آنی که کشور آلمان در اواخر قرن 19 توسط شخص به نام بیسمارک تمام ژرمن ها را با همدیگر متحد کرد و کشور آلمان یا امپراتوری آلمان را به وجود آورد و بعدها جانشینان بیسمارک به دنبال توسعه طلبی و مستعمرات بودند که نهایتا نتیجه این توسعه طلبی جانشینان بیسمارک یا کاری که بیسمارک انجام داد و بعد جانشینان وی ادامه دادن منجر به جنگ جهانی اول شد. جنگ جهانی اول در سال 1914 شروع شد تا سال 1918 ادامه پیدا کرد. در جنگ جهانی اول نهایتاً آلمان و متحدانش شکست خوردند. کشورهای متفق یعنی کشورهای پیروز در جنگ مانند فرانسه، انگلیس، آمریکا و همچنین خود روسیه در پاریس یک کنفرانسی تشکیل دادند به نام کنفرانس صلح پاریس که در مورد سرنوشت آلمان تصمیم میگیره. یک، آلمان چون مقصر جنگ است حق داشتن نیروی نظامی را ندارد. دو، آلمان چون مقصر جنگ است باید غرامت جنگی پرداخت کند. تمام متطرفات آلمان را از آلمان گرفتند و به این صورت وضعیت اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی اول فوق‌العاده نابسامان است. به علت گرفتن غرامت جنگی از آلمان ارزش پول آلمان هر روز دارد پایین‌تر میاد. مثلا در سال 1921 در زمان جمهوری وایمار در آلمان اینقدر ارزش پول آلمان پایین آمده بود که یک گونی سیب زمینی در آلمان برابری میکرد با یک گونی مارک که واحد پول آلمان بود. یا به تعبیر بسیار از مورخین در همین زمان مردم از پول آلمان به عنوان کاغذ دیواری و به عنوان مواد سوختنی استفاده. اینقدر ارزش آلمان پایین آمده. در این شرایطی که آلمان در چنین وضعیتی قرار داشت، بسیاری از احزاب در آلمان فعال بودند و مدعی بودند که میتوانند در این حال سر و سامانی به وضعیت آلمان بدن. احزاب مانند احزاب کمونیست و یک حزب به نام حزب ناسیونال سوسیال کارگران که در از بعدا به نام حزب نازیسم معروف است. من در مورد حزب کمونیست یه توضیح بدم. احزاب کمونیست در روسیه یک سال مانده به پایان جنگ جهانی اول در سال 1917 یک انقلاب صورت گرفت که به نام انقلاب اکتبر معروف است، که به نام انقلاب کمونیستی، انقلاب سوسیالیستی و انقلاب بولشویکی میشناسند. این نظام کمونیستی با نظام سرمایه‌داری مخالف است. مالکیت فردی در چنین نظامی معنی ندارد. به محض اینکه انقلابیون در روسیه به قدرت رسیدن، تمام ثروت صاحبان سرمایه را گرفتن، تمام زمین‌ها را از مالکان گرفتن و اونها را به اردوگاه کار اجباری فرستادن. احزاب کمونیست با حمایت روسیه که یک سازمانی به نام کمیتر به وجود آورده بود در سراسر اروپا فعال بودند که اونها هم نظام‌های کمونیستی مانند روسیه که حالا روسیه به نام شوروی بعد از جنگ جهانی اول شناخته می شود به وجود بیاورند. یکی از اینها هم در کشور آلمان فعال بودن از احزاب کمونیست. در کنار گفتیم حزب کمونیست، حزب ناسیونال سوسیال کارگران هم فعال بود.
یکی از کسانی که بعدا رهبرین حزب را بر عهده گرفت آدولف هیتلر است. آدولف هیتلر با 3 شعار توانست افکار عمومی آلمان را به طرف خودش، 3 شعار اصلی هیتلر، به اعتقاد داشت اگر من به پیروزی برسم هیچ کدوم از مفاد عهدنامه صلح ورسای را اجرا نخواهم کرد. به وقتی میگه من هیچ کدوم از مفاد عهدنامه صلح ورسای را اجرا نمی‌کنم، یعنی من دیگه غرامت جنگی پرداخت نخواهم کرد. من اینکه نباید نیروی نظامی داشته باشم دیگه متحد به نداشتن نیروی نظامی نخواهم بود. یک نیروی نظامی قدرتمندی به وجود میآورم. این شعار هیتلر که عهدنامه صلح ورسای را اجرا نخواهم کرد باعث شد که ملی‌گرایان و کسانی که دنبال عظمت گذشته آلمان بودند طرفدار هیتلر شدند. دومین شعاری که هیتلر مطرح می‌کرد میگفت اگر من به قدرت برسم کمونیست‌ها را از این سرزمین بیرون خواهم کرد، اصلا کمونیسم بین‌المللی را نابود خواهم کرد. شعار هیتلر علیه کمونیست باعث شد که 2 گروه طرفدار هیتلر شوند. گروه اول طبقات فرادست جامعه بودند، یا بهتر بگم ثروتمندان آلمان بودند. آلمان بعد از جنگ جهانی اول که 1 گونی مارک برابری با 1 گونی سیب زمینی میکرد، بسیاری از صاحبان ثروت بودند میتوانستند در فرانسه سرمایه گذاری کنند، در آلمان سرمایه گذاری کنند، کارآفرینی کنند و آلمان را از این وضعیت نجات، ولی میترسیدند چون احزاب کمونیست فوق العاده فعال بودند. اگر در آلمان هم مانند روسیه یا همان شوروی جدید کمونیست حاکم شود، این کمونیست‌ها با ما صاحبان سرمایه همان کاری را خواهند کرد که با صاحبان سرمایه در شوروی کردند و اونها را به اردوگاه کار اجباری فرستادند. ولی وقتی هیتلر شعار میداد اگر من به قدرت برسم کمونیسم بین‌المللی نابود خواهند کرد، طبقات فرادست جامعه طرفدار هیتلر شدند. گروه دومی که با این شعار طرفدار هیتلر شدند در جبهه خارجی است. 2 کشور فرانسه و انگلیس. بزرگترین خطر برای فرانسه و انگلیس بعد از جنگ جهانی اول نظام کمونیستی شوروی بود که مخالف سرمایه‌داری بود. اگر واقعا نظام‌های سلطنتی در کشورهایی که روابط دوستانه با انگلیس و فرانسه داشتند به وجود می آمد، عملا اقتدار فرانسه و انگلیس که یک نظام سرمایه‌داری بودن از بین می‌رفت. به همین خاطر است که تمام تلاش فرانسه و انگلیس، به ویژه انگلستان، این بود که جلوی پیشروی کمونیست را بگیرد. به همین خاطر است که وقتی هیتلر شعار مبارزه با کمونیسم می‌دهد، در مقابل قدرتگیری هیتلر سکوت می‌کنند. زمانی که هیتلر شروع می‌کند به تشکیل یک ارتش قدرتمند با تمام تلاش‌هایی که شوروی انجام می‌داد و به فرانسه و انگلیس متذکر می‌شود که طبق عهدنامه صلح ورسای باید جلوی آلمان را بگیرید، اما فرانسه و انگلیس گوش نمی‌کنند. امیدوار هستند اینقدر آلمان قدرت بگیرد که نهایتاً روسیه را زمین بزند و به این صورت هیتلر دارد هر روز بر قدرت خودش، یعنی کلا زمینه قدرتگیری خودش را خراب می‌کند. سومین شعاری که هیتلر میداد اگر من به قدرت برسم یهودیان را از بین خواهم برد. یهودیان شعار ضد یهودیت هیتلر است. یهودیان در اون روز به 2 دلیل مورد نفرت جامعه آلمانی بودند. یکی از دلایلی که باعث نفرت جامعه آلمانی در اون شرایط شده بودند که اهمیت خاصی دارد این بود که یهودیانی در داخل خاک خود آلمان بودند. یهودیانی که در داخل خاک آلمان بودند افراد ثروتمندی بودند، محله‌های خاص خودشان را داشتند. هیچ کس را در وضعیت اقتصادی خوبی که خودشون داشتن این ثروت اقتصادی رو خودشان را با دیگران تقسیم نمی‌کردند، یا هیچ کدوم از غیر یهودی‌ها را در فعالیت اقتصادی با خود همراه نمی‌کردند. آلمانی که در فقر شدیدی است، آلمانی که 1 گونی مارک برابر با 1 گونی سیب زمینی است، ولی جامعه یهودی از وضع اقتصادی فوق‌العاده مناسب برخوردار است. چون محلات یهودی نشین داشتن، افراد غیر یهودی را به این محلات راه نمیدادند. به همین خاطر طبقات فرودست جامعه و به تعبیر درست‌تر همه در از جامعه آلمان به این دلیل از این طبقه ثروتمند یهودی ساکن خود آلمان از یهودیان نفرت داشتند. دومین یهودیانی که مورد نفرت امروزی جامعه آلمان قرار گرفتن یهودیان مهاجر بودند. بعد از جنگ جهانی اول وضعیت اروپای شرقی فوق‌العاده به هم ریخته بود، چون پیشرفت و توسعه بیشتر در اروپای غربی به دنبال انقلاب صنعتی صورت گرفت. حالا هم که جنگ شده بود وضعیت اروپای شرقی فوق‌العاده خرابتر بود. بسیاری از اروپای شرقی مهاجرت کردند برای وضعیت موجود را تبدیل به وضعیت مطلوب کنند به اروپای غربی. یک گروه از این کسانی که در این مهاجرت ها بودند یهودیان اروپای شرقی بودند، ولی یکی از مکانهایی که زمینه برای مهاجرت فراهم بود
آلمان بود، چون آلمان بعد از جنگ جهانی اول شرایط مناسب اقتصادی ندارد، مثلا شرایط مناسب سیاسی ندارد، مرزها به خوبی کنترل نمی شود. به همین خاطر مهاجران خیلی راحت می توانستن وارد آلمان شدن. یهودیانی که از اروپای شرقی آمده بودند از لحاظ رفتار متفاوت بودند و در این حال از لحاظ اقتصاد فوق العاده وضعیت اقتصادی بدی داشتند. در آلمان جنگ زده بعد از جنگ جهانی اول با پایین ترین دستمزد کار میکنه. یعنی اگر برای یک کارگر قرار بود در روز 100 مارک پرداخت شود، این یهودیان مهاجر با 10 مارک کار میکردن، ضمن که خیلی هم سخت کار میکردن. و همین خاطر بود که برای بهبودی وضعیت یا در سر سامان دادن با آلمان و بازسازی آلمان از این نیروهای کارگر ارزان یهودی استفاده میکرد. این فعالیت گروه جدید یهودی باعث بیکاری در آلمان شده بود. به همین خاطر طبقات فرودست جامعه یا طبقات پایین جامعه نسبت به یهودیان نفرت داشتن. پس شعار اولیه هیتلر که عدنامه صلح ورسای را اشاره میکنه ملی‌گرایی به طرف خودش کشان، شعار ضد کمونیستی و ضمن که طبقات فرادست جامعه و دو کشور فرانسه انگلیس به طرف خود کشان، و این شعار سوم ضد یهودیت و طبقات فرودست جامعه. و به این صورت این شعارهای هیتلر باعث شد وی در سال 1933 برابر با سال 1312 به عنوان اول صدر اعظم آلمان و بعدش هم به عنوان رهبر آلمان به قدرت رسید. هیتلر هر روز بر قدرت خودش می‌افزود. این زمانی هستش که در ایران هم رضا شاه قدرت رو در دست دارد. در این زمان در بین ایرانیان بنا به دلایلی یک گرایش خاصی نسبت به آلمان و شخص هیتلر وجود داشت. یکی به خاطر تفکرات نژادی که هیتلر مطرح می‌کرد. هیتلر اعتقاد داشت که دو نژاد لیاقت رهبری دنیا را دارند. یکی از اینها در اصل ژرمن‌ها هستند و دیگر برادرخوانده‌های اینها آریایی هستند که در فلات ایران هستند. به همین خاطر که بخواد تفکرات ناچاری. و در همین زمان رضا شاه که قبل از اینکه سلطنت برسد، وی چون رضا شاه در سال 1104 پادشاه ایران شد، 2 سال قبل از اون وی نخست وزیر بود و 2 سال قبلترش هم وی وزیر جنگ بود. یعنی از سال 1300 تا 1302 وی وزیر جنگ بود، از سال 1302 تا 1304 هم نخست وزیر و از سال 1304 تا 1320 هم پادشاه بود. وی در دوران نخست وزیری در سال 1303 آخرین مستشار نظام انگلیس را از ایران بیرون کرد. وی بعد از آنکه به سلطنت رسید دنبالی بود که فاصله خودش را با انگلیس بیشتر کند. حالا که در آلمان هیتلر به قدرت و از سوی دیگر انگلیسی هم دوست داشتند، کشورهای مانند ایران با آلمان روابط دوستانه داشتند. ایران برنامه‌های صنعتی و عمرانی خودش را با آلمان اجرا کند که آلمان اینقدر قدرت بگیرد که چون ایران در جنوب روسیه قرار داشت بتوانند از این طریق روسیه را زمین بزنند. به همین خاطر زمانی که در اصل رضا شاه دارد به آلمان نزدیک می شود و برنامه‌های عمرانی خودش و بیشتر کارخانه‌ای که در ایران به وجود آمد به کمک آلمانی‌ها، مثلا خود راه آهن در ایران با کمک آلمانی‌ها زده شد. به همین صورت هیتلر در منطقه خاورمیانه و به ویژه ایران هم از محبوبیت خاصی برخوردار است. نهایتاً هیتلر در همین زمان در مدعی شد که در منطقه سودت یک منطقه ژرمنی نژاد بود که بعد از جنگ جهانی اول به چکسلواکی داده بودند. وی مدعی بود که کشور چکسلواکی روابط مناسبی و روابط خوبی با این ژرمن‌ها ندارد. باید منطقه سودت به آلمان داده شود. کشورهای فرانسه و انگلیس که دنبالی بودن به هر نحوی از هیتلر را قدرتمند کنند و او را به سوی روسیه بفرستند و به جنگ با روسیه، یک کنفرانس تشکیل دادن به نام کنفرانس مونیخ. در کنفرانس مونیخ آلمان و متحدش ایتالیا به همراه فرانسه و انگلیس شرکت داشتند. شوروی را هم راه ندادند. تصمیم گرفتند منطقه سودت را در سال 1937 به آلمان دادند. هیتلر نامردی نکرد، به جای اینکه منطقه سودت را بگیرد تمام خاک چکسلواکی را تسخیر کرد. همه انتظار داشتند که فرانسه و انگلیس مخالفت کنند، واکنش نشان بدن، ولی فرانسه و انگلیس هیچ واکنشی نشان نداد و در اینجا هستش که روسیه احساس خطر کرد. روسیه متوجه شد فرانسه و انگلیس دنبالی هستند که اینقدر آلمان را قدرتمند کنند، او را وادار به جنگ با روسیه کنند. به همین خاطر است که شوروی تصمیم گرفت به هر نحوی هستش آلمان را برای خودش بی خطر کند. به همین خاطر هستش که نهایتاً کاری که انجام داد روسیه یک پیمان عدم تجاوز با آلمان امضا کرد، چون اختلاف آلمان و روسیه بر سر لهستان بود. یک پیمان عدم تجاوز امضا کرد و بر سر لهستان با همدیگه توافق کردند به این صورت که اگر شوروی وارد شرق لهستان شد آلمان مخالفت می‌کند و اگر
آلمان وارد غرب لهستان شد، شوروی مخالفت نمی‌کند. این پیمان سری بود، فقط بین آلمان و بین روسیه، هیچ کشور دیگه خبر نداشت. بعد از این توافق هستش که در اول سپتامبر سال 1939 هیتلر وارد بخش غربی لهستان شد و با ورود وی به لهستان جنگ جهانی دوم شروع شد. اولین کشورهایی که از ورود آلمان به لهستان خوشحالی کردن فرانسه و انگلیس بود، چون باورشون بر این بود که آلمان وارد لهستان شده است که از طریق لهستان با روسیه بجنگد. اما چون 17 روز بعدش هم روسیه وارد بخش شرقی لهستان شد و باور فرانسه و انگلیس بر این بود که شوروی یا روسیه آمده است که جلوی پیشروی آلمان رو بگیره، ولی هر دو کشور فقط تا اون منطقه‌ای در از ایست کردن، یعنی پیشروی کردن، توافق کردن. ولی بعد از این هنوز یک ماه از ورود آلمان به لهستان نگذشته بود که آلمان حملات خودش را به اروپای غربی انجام داد. کشور اروپایی را یکی پس از دیگری تسخیر کرد. خود فرانسه را در نبرد دونکرک شکست داد و به این صورت تازه در اینجا هستش که فرانسه و انگلیس متوجه اندیشه‌های فاتحانه و جهانگشایی هیتلر شدند. از سال 1939 که جنگ شروع شد تا سال 1941 هیچ جنگ بین آلمان و شوروی اتفاق نمی‌افتاد. تمام جنگ با کشورهای متفق فرانسه و انگلیس و دوستان اینا هستش. بارها فرانسه و انگلیس از شوروی خواستند با آلمان اعلان جنگ کند، ولی شوروی مدعی بود پیمان عدم تجاوز امضا کرد. در این مدت که در حال پیشروی هستند و نهایتاً هیتلر در هیچ جنگی از سال 1939 شکست خورد. با کمک متحد خودش ایتالیا تمام خاک اروپا را تسخیر کرد. هواپیماهای آلمانی و زیردریایی آلمان اینقدر انگلستان را بمباران کردند، به ویژه شهر لندن تبدیل به یک شهر در از جنگ زده شده بود، تا آنجا که چرچیل دیگر طاقتی که نخست وزیر انگلستان بود طاقتش تمام شده بود، نمایندگانی با آلمان رد و بدل می‌کردند که مذاکرات و صلح آغاز شود. در چنین شرایط در همین مدت تازه شوروی آذوقه به نیروهای آلمانی در جبهه شرقی می‌رساند. در ابتدای سال 1941 هیتلر دچار یک خطای بزرگی شد. هیتلر 3 کشور اسکاندیناوی را گرفت: فنلاند، نروژ و سوئد. این 3 کشور مانند دم به روسیه چسبیدن، به روسیه چسبیدن و به همین خاطر هستش که روسیه آلمان بعد از اینکه اینها را گرفت وارد خاک روسیه شد. ورود به روسیه آغاز بدبختی آلمان بود و نهایتا در همینجا هستش که مانند در از جریان ناپلئون بناپارت به گرفتار شد. بلافاصله در جبهه غربی جبهه جدیدی، چون مجبور شد به شوروی بیاره، جبهه جدیدی به وجود آمد و دوباره هیتلر هم شکست خورد. هیتلر که از سال 1944 1945 در هیچ نبردی پیروز نمی‌شود. هیتلر هم میگه کاشکی به جای کتاب نبرد من یا در کنار کتاب نبرد من یک بار تاریخ جنگ‌های ناپلئون بناپارت را در روسیه می‌خواندم. اگر وی تاریخ جنگ‌های ناپلئون بناپارت را می‌خواند، یقینا سرنوشت آلمان و سرنوشت شخص هیتلر این گونه نبود. پاشنه آشیل هیتلر این بود که با تمام نبوغش بیگانه بودن با تاریخ بود. خسته و مانده نباشید. خدا نگهدار. خرد یارت.